هذا النور شفاء صدور. کودک از یک صاحب فیل پرسید چرا این فیل بزرگ را با یک رسمان ضعیف بسته؟ فیل می تواند با یک حرکت کوچک به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک است. صاحب فیل گفت این فیل چنین کاری را نمی تواند بکند، چون این فیل به این رسمان ضعیف که می بینی بسته نشده است. آن با یک تصویر خیلی قوی در ذهنش بسته شده است. کودک پرسید چطور؟ آیا چنین چیز امکان دارد؟ صاحب فیل به پسرک گفت بله. فیل وقتی که بچه بود مدت آن را با یک رسوان بسیار قوی محکم بستم. تلاش فیل برای رهاییش هیچ اثری نداشت و از آن موقع دیگر تلاش به آزادیش نکرد. بالاخره فیل به این باور رسیده است که نمیتواند این کار را بکند. حالا که من باوریش را بستم میتوانم با ضعیفترین رسمان به راحتی اداره‌اش کنم. هیچگاه برای آزادیش تلاش نخواهد کرد. شاید هر کدامی از ما با این نوع فکر بسته شده که مانع حرکت ما به سوی پیروزی است و آن رسمانی که ما را بسته است رسمان شیطان میباشد. باوری‌هایتان را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.